به نام خدا و سلام. تمرین امروزمون راجع به شیوه بلاغیه. شیوه بلاغی در مقابل شیوه عادی قرار میگیره. در شیوه عادی جمله به این صورتی که اول نهاد میاد، آخر فعل میاد و مخلفات دیگر جمله هم بین نهاد و فعل میاد. این یه قاعده کلیه. بنابراین میگیم هر به هم ریختگی که این قاعده کلی رو به هم بزنه، یعنی چیزی قبل از نهاد بیاد یا چیزی بعد از فعل بیاد، میشه شیوه بلاغی. فقط یک استثناء داره و اون اینه که بعضی از قیدها میتونن قبل از نهاد بیان و شیوه بلاغی ایجاد نمیکنن، ولی بعد از فعل اگر بیان قطعا شیوه بلاغی میشه. دیگر این که جمله هایی که نهادشون حذف شده خب طبیعیه که با یه چیزی غیر از نهاد شروع بشن. خب با این توضیح میریم سراغ جمله هامون. چشم از دست رفته گشت درست، شد به عینه چنان که بود نخست. چند تا جمله داریم؟ جمله یک، چشم از دست رفته گشت درست. درست مسنده، اومده بعد از فعل، به خاطر همین این جمله شیوه بلاغی داره. شد به عینه چنان که بود نخست. شد به عینه، این به عینه باید قبل از فعل اومده باشه، یعنی آن چشم یا چشم از دست رفته به عینه چنان شد که بود نخست. به عینه با چنان بعد از شد اومدن، پس این هم شیوه بلاغیه. بود نخست، نخست قیده که بعد از فعل اومده، باعث شیوه بلاغی شده. بنابراین ما تو این بیت 3 تا جمله داشتیم، هر 3 تاش به شیوه بلاغی بود. محو او گشتند آخر بر دوام، سایه در خورشید گم شد و سلام. یکی از این 2 تا مصرع شیوه بلاغی نیست. کدومه؟ مصرع دوم. چرا؟ مگه و سلام نیامده بعد از شد؟ چرا پس شیوه بلاغی نیست؟ برای اینکه و سلام جزوی از این جمله نیست. سایه در خورشید گم شد، تموم شد، این جمله تموم شد. سایه در خورشید گم شد، هر جزئی سر جای خودش اومده. سایه نهاده، گم مسنده، شدن فعله، هر جزئی سر جای خودشه. و سلام یک شبه جمله است و جمله مستقلی است، جداست. بنابراین وضعیتش رو توی این جمله نمیسنجیم. اما در مصرع اول آخر بر دوام قید و قید، 2 تا قید دیگه، آخر و بر دوام جفتشون قیدن که به بعد از فعل منتقل شدن و شده شیوه بلاغی. چرا بر دوام قیده و بر دوام رو از این که بگم متمم پرهیز کردم؟ از این که بر اینجا حرف اضافه نیست، بر اینجا پیشوند قید سازه. شماره 3، هر روز خونیده نام تر گشت، در شیفتگی تمام تر گشت. با هر روز شروع شده، با قید شروع شده، نهادم نداره، یعنی او یا مجنون هر روز خونیده نام تر گشت، نهادش حذف شده. خب طبیعیه که جمله با قید شروع بشه، شیوه بلاغی نیست. در شیفتگی تمام تر گشت، بازم اینجا نهادش محذوفه و اگر جمله با چیزی غیر از نهاد شروع شده، این دلیل بر شیوه بلاغی نیست. شماره 4، فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد، در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم. فرصت بده، تا اینجا که مشکلی نیست، یعنی یه جمله است، فرصت مفعول، بده هم فعلشه، تا اینجا هیچ مشکلی نیست. ای روح جنون هم تا اینجا هم مشکل نیست، برای اینکه ای روح جنون خودش یک جمله است، حالا راجبش توضیح خواهم داد. ولی تا غزل بعد مال همون جمله است، یعنی تا غزل بعد فرصت بده. خب ولی نکته که میخوام راجب ای روح جنون بگم، چرا ای روح جنون مثل والسلام نیست؟ والسلام هم شبه جمله بود، گفتیم دلیلی نداره که تو این جمله، تو جمله سایه در خورشید گم شد اومده باشه. اما ای روح جنون چرا جاش برامون مهمه؟ برای اینکه منادا همیشه باید اول سخن بیاد. بنابراین همین که رفته بعد از فرصت بده، خودش یک شیوه بلاغی ایجاد کرده. به عبارت دیگه، به این خوب گوش بدید، به عبارت دیگه اگر مصرع اول رو ما اینجوری مرتب کنیم، بگیم که تا غزل بعد فرصت بده ای روح جنون، یعنی اون مشکل تا غزل بعد رو حل کنیم، تا غزل بعد رو ببریم تو خود جمله‌مون.
بگیم تا غزل بعد فرصت بده ای روح جنون. بازم میگیم اینجا شیوه بلاغیه. چرا؟ برای اینکه ای روح جنون با اینکه خودش یک جمله مستقلیه ولی حتما باید اول عبارت بیاد. بنابراین مناداها حتما باید در صدر و در آغاز جمله بیان. در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم. چیز خاصی نداره، 2 جمله است و هر 2 جمله با فعل تموم شدن. از شبنم عشق خاک آدم گل شد، 100 فتنه و شور در جهان حاصل شد. از شبنم عشق خاک آدم گل شد. مشکلش چیه؟ چرا این جمله شیوه بلاغیه؟ از شبنم عشق خاک آدم گل شد. نهادش کدومه؟ چجور شد گل شد؟ چه چیزی گل شد؟ خاک آدم گل شد. خاک آدم نهاده. از شبنم عشق متممه، بر نهاد مقدم شده، بنابراین این جمله شیوه بلاغی شده. بعد اینجوری مرتبش کنیم: خاک آدم از شبنم عشق گل شد، 100 فتنه و شور در جهان حاصل شد. مشکلی ظاهرا نداره. چجور شد؟ حاصل شد. چه چیزی حاصل شد؟ 100 فتنه و شور. نهاد سر جاشه، مسند سر جاشه، بقیه اجزای جمله هم سر جای خودشون هستن. بنابراین اینجا شیوه بلاغی نداریم. شماره 6: دلم گرفته تر از آسمان پر ابر است، سرشک گرم چو باران دیده میبارم. دلم گرفته تر از آسمان پر ابر است. مشکلی داره؟ دلم نهاده، گرفته تر مسنده، از آسمان پر ابر متممه. آیا این مشکل ایجاد میکنه که جای مسند و متمم عوض شده؟ یعنی مثلا ما حق داریم بگیم که این جمله شیوه بلاغیه. چرا؟ برای اینکه وقتی مرتبش میکنیم اینجوری میشه: دلم از آسمان پر ابر گرفته تر است. اینجوری درسته؟ میگیم نه. برای ما آن اتفاقی که بین نهاد و فعل میفته مهم نیست. یعنی این جابجایی‌هایی که بین نهاد و فعل اتفاق میفته شیوه بلاغی ایجاد نمیکنه. شیوه بلاغی فقط در ارتباط با نهاد و فعل است. چیزی بر نهاد پیشی نگیرد و چیزی بعد از فعل نیاید. گفتم استثنای قید رو در نظر بگیرید. سرشک گرم چو باران دیده میبارم. نهادش ذکر نشده. من سرشک گرم را چو باران دیده میبارم. بنابراین این هم شیوه بلاغی نیست. 7: نشد یک لحظه از یادت جدا دل، زهی دل مرحبا دل آفرین دل. شماره 7 مصرع اولش قطعا بلاغیه، برای اینکه جمله با فعل شروع شده، در حالی که باید با نهاد یعنی با دل شروع میشد. یعنی دل یک لحظه از یادت جدا نشد. چجور نشد؟ جدا نشد میشه مسند. چه چیزی جدا نشد؟ دل میشه نهاد. خب اما مصرع دوم: زهی دل مرحبا دل آفرین دل، هر کدوم از اینا یک شبه جمله و در شبه جمله قواعد و قوانین شیوه بلاغی حاکم نیست. شماره 8: وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها. به چه دلیلی شماره 8 شیوه بلاغیه؟ برای اینکه به بستانها که متممه رفته بعد از فعل، به این دلیل شیوه بلاغی. حالا بیایم سر جاش بذاریم. بگیم وقتی دل سودایی به بستانها میرفت. الان درست شد دیگه، الان شیوه بلاغی نیست. میگیم بله دیگه الان شیوه بلاغی نیست. آقا پس وقتی قبل از دل سودایی اومده یعنی جمله با نهاد شروع نشده اشکال نداره؟ نه خیر اشکال نداره، برای اینکه وقتی قیده. گفتیم قید میتونه قبل از نهاد بیاد. بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها. باز اینجا نهاد اومده بعد از فعل قرار گرفته. بوی گل و ریحانها، مرا بی خویشتن کردی. بوی گل و ریحانها نهاده که رفته بعد از فعل. شماره 9: دگر به یار جفاکار دل منه سعدی، نمیدهیم و به شوخی همی برند از پیش. معنی به توی توضیح کوچولو بدم. میگه که یه نفر میاد سعدی رو نصیحت میکنه. میگه آقای سعدی پسر خوب، دیگه دنبال یار جفاکار نرو، پدرتو در بیاره. نصیحتش میکنه، میگه عاشقی رو ترک کن.
میگه والا ما عاشقی رو ترک کردیم، نمیدهیم، به شوخی همی برند از پیش. من دل نمیدم به زیبارویان، زیبارویان خودشون دل ما رو میبرن. خب دگر به یار جفاکار دل منه. جمله اول مشکلی داره. دگر قیده به یار جفاکار دل منه، یعنی تو دگر به یار جفاکار دل منه، نهاد نداره و طبیعیه که جمله با نهاد شروع نشه. سعدی مشکلش همون مناداه که منادا باید اول جمله بیاد، بنابراین این جمله هم شیوه بلاغی است به خاطر منادا. پس این نکته رو یاد بگیرید که تمام قواعد شیوه بلاغی مربوط به یک جمله نیست. منادا حتما باید اول جمله بیاد، یعنی ای سعدی دگر به یار جفاکار دل منه. پس میگیم مصرع اول بیت 9 شیوه بلاغی است به خاطر اینکه منادا یا جمله ندایی در آخر مصرع آمده است. نمیدهیم و به شوخی همی برند از پیش. دو تا جمله داریم، نمیدهیم تمام ارکان جمله حذف شده، یه فعلش مونده، خب اشکال نداره، فعل سر جای خودش قرار گرفته. اما مصرع ادامه مصرع به شوخی همی برند از پیش، فعلمون کجاست؟ همی برند. بعد از فعل یه چیزی اومده، همین که یک جزئی از جمله بعد از فعل اومده میشه شیوه بلاغی. مرتبش کنیم. و به شوخی از پیش همی برند. شماره 9. ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است، این گرگ سالهاست که با گله آشناست. آیا مصرع اول شیوه بلاغیه؟ نه، برای اینکه نهادش محذوفه. چون نهاد محذوفه خب با مفعول شروع شده جمله. نگید چون جمله با مفعول شده شیوه بلاغیه. خب باید نهادش باشه تا جمله با نهاد شروع بشه. اینجا الان نهادش به قرینه معنوی حذف شده، یعنی او ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است. او نیامده، جمله با مفعول شروع شده، شیوه بلاغی نیست. این گرگ سالهاست که با گله آشناست. مرتب کنید این مصرع رو. سالهاست که این گرگ با گله آشناست. ببین ما یه فعل است داریم، درسته؟ سال هاست. میپرسیم چه چیز است یا چه جور است. اینجا چه جور است جواب نمیده، چه چیز است جواب میده. چه چیز است؟ سال هاست. سال ها میشه مسند. نهادش چی میشه؟ این گرگ سال هاست. سال ها بودن رو داریم به گرگ نسبت میدیم یا نه؟ در واقع بوده اکنون سال هاست، یعنی سال هاست یک جمله سه جزئی با مسنده که نهادش اکنونه که به قرینه معنوی حذف شده. خب جمله آخرمون چجور است؟ آشناست. چه کسی آشناست؟ این گرگ آشناست. این گرگ نهاد جمله آخر اومده اول جمله ما قبل آخر. به همین دلیل مصرع دوم شیوه بلاغی است. در واقع باید جمله اینجوری مرتب بشه: اکنون سالهاست که این گرگ با گله آشناست. اکنون نهاد، سالها مسند، از فعل اسنادی. این گرگ نهاد، آشنا مسند، است فعل اسنادی. موفق باشید. خداحافظ شما.